سلام، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز سه‌شنبه 29 اپریل در خدمت شما. وکیل پارلمان و رئیس ҳизби коммунисти тоҷикистон латукӯби سیدعمر حسینی نماینده ҳизби наҳзат در پارلمان را محکوم کرد. شادیش عبدالله روز 29 اپریل بر رادیو آزادی گفت هر گونه بدرفتاری با وکیل پارلمان جنایت است و مقامات باید عاملان آن را جزا بدهند. سیدعمر حسینی که برای ملاقات با رای دهندگانش به خاروق رفته است میگوید روز 28 اپریل گروهی از افراد نامعلوم به او و همراهانش حمله کردند. مقامات رسمی تاجیکستان هنوز این حادثه را شرح ندادند. در مسجد مرکزی شهر دوشنبه ازمون جمهوری حفظ و قرائت قرآن کریم شروع شد که در آن 136 حافظ این کتاب مقدس از سراسر تاجیکستان شرکت می‌کنند. قابل جان جمالوف یکی از مسئولان ازمون روز 29 اپریل بر رادیو آزادی گفت در ازمون جوانان تا 25 ساله شرکت می‌کنند و مهارت خود را در قرائت احادیث و آیه‌های قرآن نشان می‌دهند. آزمون قرائت قرآن در تاجیکستان سال دوم است که با تشبث دانشکده اسلامی برگزار می شود و هدف آن را کشف استعدادهای جوان و تشویق جوانان به آموختن علم می گویند و آزمون روز 30 اپریل خاتمه می یابد و 15 نفر غالب با هدیه ها قدردانی می شوند. نظامیان روسیه بعد ترمیم و رنگوبار یگانه تانک در مرکز دوشنبه شروع کردند که این تانک از زمان جنگی بزرگ وطنی باقی مانده است. هر سال در آستانه تجلیل روز غلبه در روز 9 می سربازان و متخصصان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان قطعه‌های فرسوده تانک را عوض می‌کنند و آن را رنگ می‌مالند. با گفته نظامیان تانک در مرکز دوشنبه رمزی فداکاری‌های تاجیکان در جنگ ضد آلمان فاشیستی است و باید حفظ شود. گفته می شود که این تانک یکی از 10 تانک است که با پول در رقیبگاه جمع کرده مردم در تاجیکستان خریدند و به جنگ فرستادند. در جنگ بر ضد آلمان فاشیستی از تاجیکستان تقریباً 250,000 نفر شرکت کردند و 10,000 نفر آنها جان باختند. و در پایتختی تاجیکستان ماه آینده جشنوراي موسیقی جاز برگزار می شود که در آن گروه های هنری کشورهای دور و نزدیک شرکت می کنند. برگزار کنندگان جشنواره مرکزی فرهنگی باختر و دفتر همکاری های بین المللی شویڅار می گویند که 60 نوازنده از کشورهای آسیای مرکزی و امریکا و فرانسه و روسیه برای نمایش نوهای گوناگون موسیقی جاز به دوشنبه می آیند. جشنواره از 15 تا 16 می ادامه می کند. این جاز در اساس موسیقی ملی می باشد. برای این چهارم بار می شود که ما گذرانده ایستادم و اون چیز به گفتن هستم که همین یکم دوم سوم فستیوال ما با نشان دادن که بسیار مردم تاجیکستان همین نمود موسیقی را خیلی دوست دارند. و اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صفحه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.